محصولات که ارزان باشه خریدار بسیار میشود. مثلا 2 تا نیو در پول 2 تا 3 تا میگیره. از قیمت شد مثلا 1 تا میگیره 2 تا میگیره. ارزان که باشه 2 تا 3 تا بسیار میگیره. فروشنده‌های بازار نگرانند که افتادن قرب سامانی به نرخ محصولات تاثیر میکند و شمار خریداران کم میشود. کدامش که از خارجی قیمتش دیگه محصول داخلی میایستد اما نرخ گوخلش قیمت میشود گوخلش نمیشود. نگرانی ساکنان از بالاروی نرخ محصولات در حالی است که قرب سامانی در برابر دلار آمریکایی در یک شب گذشته 26 درم پایین رفت. کاری که به گفته تحلیلگران از این بعد سبب بالاروی نرخ محصولات شده به جیب مردم ضربه میزند. در وقت تاثیر میکنه که نرخ بلند میخیزه. نرخ نرخ‌های ارد، روغن، شکر هم چی قیمت میشوه؟ برای چی قیمت میشه؟ برای کی کورس بالا میروه؟ کورس دلار؟ کورس دلار بالا میروه. 135 بود ارد در وقت رمضان. امروز شده 145. امروز قیمت $1 در بانک های تجارتی به 9 سومانی و 43 درم رسیده است. همین طور ارزش روبل روسی که به اقتصاد تاجیکستان تاثیر زیاد دارد برعکس کاهش یافته است. مسئولان بانک ملی سبب بی‌قرب شوی پول ملی را در فرقیت بزرگ بین صادرات و واردات از تاجیکستان دانستند که طلبات زیاد به دلار و همین طور سبب بالا رفتن قیمت آن شده است. قیمت شدن اسعار خارجی مشکل یگانه صاحبکاران نیست. در این شب و روز در بانک‌های تجارتی پیدا کردن دلار که از خارج کشور محض با اسعار خارجی محصولات وارد می شود مشکل است. کارشناسان میگویند تا زمانی که کشور به محصولات وارداتی احتیاج زیاد دارد بالاروی نرخ‌ها وابسته به اسعار خارجی ناگزیر است. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.